در سال 1447 هجری قمری از طریق بنادر حیرتان، آقینه، ترغندی و مسیر خط آهن خواف هرات در مجموع 7,602,419 متریک تن انتقالات صورت گرفته است. در این میان از طریق بندر حیرتان 5,169,985 تن، بندر آقینه 635,427 تن، بندر ترغندی 914,796 تن و خواف هرات 882,211 تن که مجموعاً 7,602,419 متریک تن که شامل اموال نفتی، غیر نفتی و سایر مواد می شود به کشور وارد و صادر شده است. در مجموع انتقالات که یک بخش آن ترانزیت و صادرات می باشد، در سال 1447 هجری قمری 36,119 تن اموال تجارتی صادر و ترانزیت شده که عمدتاً شامل میوه خشک، برنج، کچالو، سنگ‌های معدنی، تخم تربوز، نخود، مس و جوس آب انار می باشد. این در حالی است که در سال 1446 هجری قمری از طریق همین 4 بندر 4,272,071 متریک تن انتقالات صورت گرفته بود که انتقالات سال 1447 هجری قمری نسبت به انتقالات سال 1446 هجری قمری 77.9% افزایش را نشان می دهد. وزارت فواید عامه همواره تلاش می نماید تا با برنامه ریزی منظم، نظارت دوامدار، توسعه زیربناهای ترانسپورتی و بهبود خدمات تسهیلات لازم را برای تجاران فراهم نماید.